همچنین وقتی که نگاه میکنیم در کتاب الحکمة الاسلامی، کتاب آقای رهبر انقلاب، همین حرف ها گفتیم که ارتباط میگیره با خود باورها و اعتقادات آقای خمینی، اما این هدف از این که اهل سنت و جماعت متوجه بشه. در این کتاب میگه بسیار نکته عجیبیه، سبحان الله. و برتری فاطمه الزهرا، مقام حضرت فاطمه الزهرا چی میگه؟ میگه برتری فاطمه الزهرا بر پیامبر بزرگوار اسلام برتری داره. فاطمه الزهرا وقتی میگه برتری داره، بلکه تمام امامان بزرگوار اهل بیت رحمهم الله را از تمامی انبیا و ملائکه برتری میدانه. یعنی امامانی که ارتباط به اهل بیت که هستن، این امامان مقامشان، فضائلشان بالاتر از تمام انبیا هست، چون مقام امامت در اینها مقام نبوت بالاتر میدانه. خب فاطمه الزهرا جیگرگوشه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما تمام فضائلی که برای فاطمه الزهرا داریم به خاطری که دختر پیامبر هست، به خاطری که ارتباط میگیره به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطری که رسول الله فضائل رو برای فاطمه الزهرا بیان کردن. خب این بحث در کجا میآیه؟ در کتاب الحکمة الاسلامی از آقای خمینی هست. ببخشید جناب مولانا، من همینجا به اجازه شما از همکارای تکنیکی هم در اتاق فرمان میخوام که صفحه لپتاپ مرا نشان بدن تا بیننده های عزیز صفحه کتابم ببینن که چیزهایی که ما میگیم البته از کتابهای خود آقای خمینی است. چیز واضح و مسلم است. وقتی که کتاب دوستا تصویر نشان بدن، حکمة الاسلامیه، بله. در این کتاب میاره که از ضروریات مذهب ما این هست که امامان ما مقام و درجه دارن که هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسل به آن درجه و مقام نرسیده است. بله. دوستا دقت کنن در این عبارت که امامان به مقام رسیدن و درجه رسیدن که هیچ فرشته مقرب، یعنی جبرئیل و میکائیل و هیچ پیامبر مرسلی. وقتی میگه هیچ پیامبری یعنی چی؟ یعنی امامان مقام اینا از مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، از مقام سایر انبیا علیهم السلام درجه اینا بالاتر میده. خب این عقیده آقای خمینیه. ما بحث نداریم به سر که چرا چنین عقیده داره. خودی دارای چنین عقیده‌ای بوده که اگر تا آخر عمر دارای این عقیده از دنیا رفته باشه، از نظر اهل سنت و جماعت وضعیتی وخیمه. این که از نظر خود اینا چی داره، مقامی داره در آخرت، در دنیا، او بحث ارتباط به خود اینا داره. ولی یک سنی، یک اهل سنت و جماعت باید که این مسائل رو بفهمه، باید بدانه.